با مهمترین خبر و گزارش‌های رس برنامه اطلاعاتی پیام منزل شماست. السلام علیکم. وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شیرلی کبیر ضمن سفر کاری در شهر پنجکن امید به رشد فعالیت کارخانه‌های صنعتی در دوره سال‌های 2022-2026 سال‌های رشد صنعت مسئولین را وظیفه‌دار کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش نخستین برنامه. ساحه صنعت در اقتصادیات هر یک کشور نقش مهم دارد، زیرا رشد ساحه صنعت در تامین اقتدار ذخیروی اقتصادیات و روندهای تکرار استحصالی آن فراهمسازی وضع استواری اجتماعی، همچنین بلند برداشتن سطح نیکو احوالی و سطح و صفت زندگی اهالی نقش کلیدی می‌بازد. از لحاظ مهمیت ساحه صنعت در رشد اقتصادیات ملی در مرحله معاصر از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان، مسئله صنعت کنونی با سرعت مملکت را همچون هدف ملی به مقام اول گذاشته می شود. این است که سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت اعلام گردیده است. وابسته به این وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شیرلی کبیر با مقصد اجرای دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت رشد ساحه صنعت به شهر پنجکن تشریف آورد. سفر کاری وزیر صنعت و تکنولوژی نو شیرلی کبیر از جمعیت دارای مسئولیتش محدود کارخانه مشترک زرافشان آغاز گردیده، او با رفت کارهای ساختمانی در آنجا آشنا گردید. شیرلی کبیر را در این سفر رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده همراهی نمود. گفته شد که در نزد این کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود مواد به فرسوده شوی تا باور به فعالیت آغاز می نماید که به استحصال سقا مشغول است. اصلا این محصولات برای قیمه کردن سنگ لازم بوده قبلا از شهرهای دوشنبه و خوجند دسترس می گردید. شیرلی کبیر از رفت کارهای ساختمانی در آنجا آشنا گردیده بعد برطرف نمودن کمبودی ها به مسئولین یک قطار دستور و سفارش ها داد. همچنین وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان از دیگر کارخانه های صنعتی و کارگاه های استحصالی شهر پنجکن دیدن نمود. یکی از چنین مرکزها مرکز خدمت رسانی عبیدالله می باشد که زمانی به فعالیت آغاز نمودن آن چندین نفر با جای نوی کاری تامین می گردند. همزمان تاکید گردید که شهر پنجکند یکی از شهرهای می باشد که در آن می توان ساحه صنعت و اقتصادیات را رشد نمود و برای آن که سطح و صفت زندگی مردم بهتر گردد نقش کلیدی بازد. گزارش مرتبه رحمان و حسین صالحوف. در اساس دستور و هدایت‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تا به امروز جهتی به کار انداختن اقتدارهای نو در ساحه صنعت و استفاده ثمرناک کارخانه‌های موجوده برای ماندن استحصال محصولات رقابت‌پذیر و عوض کننده واردات، تقویت امکانیت‌های صادراتی کشور و عموماً در سمت اجرای برنامه‌های استراتژی مملکت یک سلسله تدبیرهای سودمند عملی گردیده است. در شهر و دهات پنجکن باشد چنین گفته‌های پیشوای ملت را سرمشق کاری خود قرار داده ساختمان کارگاه‌های استحصالی ادامه دارند. در دوره سفر کاری خود وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان شیرلی کبیر از چنین کارگاه‌های صنعتی دیدن نمود. او از رفت کارها در مغازه فروش سرولباسی مکتبی، مرکز دندان پزشکی و کارگاه مبل براره دیدن نمود. به شیرلی کبیر اطلاع دادند که به استفاده دهی انشاءات‌های مذکور زیاده از 100 جای نوی کاری تأسیس می‌یابد. همزمان وزیر صنعت و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان از جمعیت سهامی پوشیده مرمر سرعزم، جمعیت داروی مسئولیتش محدود پرندیس و جمعیت داروی مسئولیتش محدود براعتیک تاجیکستان ماینینگ اینوستمنت لیمیتد دیدن نمود که آن زیاده از 5 سال است از فعالیت
باز مانده است و به مسئولین باشد برای برطرف نمودن معماها یک قطار دستور و سپارش‌های مشخص داد. سروری دولت محترم امام علی رحمان همه وقت اظهار می‌دارند که محض رشد ساحه‌های واقعی، فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری، جلب سرمایه مستقیم و واردات تکنولوژی‌های نو اینوواسیونی امکان می‌دهد که روند صنعت‌کنونی مملکت تامین گردیده، حجم استحصال محصولات صنعتی و شماره جایهای نو کاری منتظم افزایش داده شود. این گفتارها را باشد می‌کوشند در شهر و دهات پنجکند عملی نمایند. گزارش مرتبه رحمانوف و شاه حسین صالحوف. ادامه برنامه بخشیده به عید بین‌المللی نوروز در شهر پنجکند مسابقه بزکشی دایر گردید که در آن رئیس فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان، رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان شیر محمدی شاهیان، معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا و رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراک نموده حاضرین را با نوروز آمافروز شادباش گفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش دیگری برنامه. بخشیده به جشن جهانی نوروز در جماعت دهات چینار مسابقه بزکشی برای دریافت جام رئیس ولایت سوخت برگزار گردید که در آن رئیس فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان، رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان شیر محمد شاهیان، معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده و مهمانان از شهر و ناحیه‌های کشور اشتراک نمودند. نخست در نزد حاضرین رئیس شهر خالقزاده عبدالخالق سخن نموده مهمانان را به شهر باستانی پنجکند خیر مقدم نمود و حاضرین را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند با جشن فرخنده نوروز تبریک و مبارکباد نمود. در ادامه مسابقه معاون رئیس ولایت سوخت ظریف میردادا پیام تبریکاتی رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده را بخشیده به جشن نوروز به توجه حاضرین رسانید. سپس رئیس فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان، رئیس سودی عالی جمهوری تاجیکستان شیر محمد شاهیان سخن نموده به رئیس فدراسیون پایگاه و بزکشی شهر پنجکند رحمان قول کریموف سپاسنامه و مکافات پولی تقدیم نمود. در مسابقه بزکشی پهلوانان با یک مهارت و استعداد بلند اشتراک نموده صحنه‌های این مسابقه از طرف تماشابینان خوب پذیرایی شد. در خاتمه به غالبان مسابقه بزکشی تحفه‌های رئیس ولایت سوخت تقدیم گردید. گزارش صبرین اکرم و شاه حسین صالحوف. در موضع دشت قاضی بنیاد باغ و تاکزارهای نو با مرام ادامه داشته، همزمان هر هفته اینجا حشرهای آبادانی و خرمگردانی گذرانیده می شود. ضمن بازدید نوبتی از موضع دشت قاضی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با اجرای کارها شناس گردید و در نزد مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص گذاشت. در اساس سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وظیفه‌گزاری‌های رئیس ولایت سوخت محترم رجب‌بای احمدزاده در موضع دشت قاضی بنیاد باغ در میدان 200 گکتار به نقشه گرفته شده. همزمان اینجا یک پایگاه زمانوی آبکشی و یک فرمه چاروداری با طلبات زمان معاصر ساخته می شود. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از رفت کارهای آبادانی و سازندگی، شناندن نهالها و همزمان حشر عمومی خلقی جهت باز هم خرم و آباد ساختن موضع دشت قاضی شناس گردیده با مسئولین جهت وسعت کارهای اساسی دستور و سپارش‌های مشخص داد. با ما اطلاع دادند که در اینجا هم بیناکاران و هم مردم زیادی در این حشرها سهم خویش را میگذارند. ضمن صحبت یک نفر بیناکار و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 67 و نمایندگان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون کارهای آبادانی، سبز و خرمگردانی بنیاد باغ نو چنین ارزیابی کردند.
ماه دکامبر است که اصراف کردیم همینجا با ناسوس ساختیم پایین با ناسوس آبکشی دشت خوزی اینجا باسین ساختیم اینجا مهنت کردیم برای یه همینجا با آب برون آباد شود کوشش رسیدگیم در همین حشر عمومی خلقی اشتراک نمیده حصه خود را گذرانده آبادی دولت آبادی همین وادی واها من قریب 200 گکتار زمین همینجا خیلی دیده ایستاد همه جا کار رفت ایستاد همه حشر اینچین ما آموزگاره هم از حساب معارف از حساب مؤسسه من اینجا آمده حصه خود را گذرانده ایستادگیم خدا خواهد پیش به همیش نقل میشد آبادی این البته من میخواد نهال این آن من شنونده ایستادین بعد از یک وقت بعد از 2-3 سال خدا خواهد من این همه جا کبوزاره میشد این البته آبادی است متشبثی رئیس خوزگی جنگل نصرالدینوف من امروز ما کارمندان خوزگی جنگل در اینجا حضور داریم که آوده ما 600 بیخ درختی همیشه سبزی هرچه وابسته کرده شده است که تا امروز ما علاقه زیاده از 500 همین به اتمام رساندیم باقی مانده است که در امروز انشاءالله باید که به اتمام رسانیم مقصد ما آباد کردن و پیشوای ملت و البته هر یک قرار پیشوای ملت دستگیری میکنیم همراه پیشوای ملت و پیش میرویم مورد ذکر است که مسئله آباد و زیبا ساختن و بنیاد باغ نو در موضع دشت خوزی تحت نظارت دائمی رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده و دیگر کارخانه و مؤسسه‌های مربوطه قرار دارد. گزارش عباس همراهزاده و شاهحسین صالحی. در اساس نقشه کارهای آبادانی و سازندگی کوچه تریشکا و ترمیم و منفرش کرده می شود. مطابق نقشه کارهای آبادانی و سازندگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن در کوچه تریشکا و جهت تعمیر و از نوسازی و منفرش کردن این کوچه کارهای زیادی عملی گردیدند. متخصصان و بناکاران تصمیم گرفتند که در مهلت پیش بینی شده همه کارهای لایحه‌ای را در این کوچه مورد اجرا قرار داده آن را با یک صفت خیلی بلند مورد استفاده قرار دهند. تاکید شد که واقعا این کوچه سالهای زیادی به تعمیر و از نوسازی نیاز داشت و خوشبختانه روزهای نزدیک کوچه تریشکا با طرح نو منفرش گردیده واقعا برای حرکت نقلیات و آدمان شرایط‌های باز هم بهتر فراهم آورده خواهد شد. در کوخ فرهنگ شهری پنجکن با اشتراک شاعره شناخته مهرنیسا بابابیکووا و آوازخوان خوش صدا دلیر اسمت الله محفل شیر و شکر برگزار کردید. با مناسبت جشن بین المللی نوروز محفل شیر و شکر در کوخ فرهنگ شهری پنجکن برگزار گردید که در آن شاعره شناخته شاعری که شعرهای عاشقیش ملهم قلب عاشقان است و وطننامه‌هایش صدای بیداری وطندوستان شاعری که مدرنامه‌هایش را بهترین سراینده‌ها اجرا می‌کنند سرودهایش ورد زبانی همگان است عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شاعری شیرین کلام مهرنیسا و دلیر اسمت الله محفل شیر و شکر با سخنرانی شاعره مهرنیسا آغاز گردیده او ترانه‌های نوین خود را بهر هواداران خود پیشکش نمود و دلیر اسمت الله باشد یکی از سراینده‌های شناخته زاده شهر پنجکن آن همه شعرهایی را که از ایجادیات شاعره مهرنیسا بود و آهنگ بسته بود بهر بولید خاطری حاضرین پیشکش ایشان نمود. در رفت محفل شیر و شکر باشد جوان پسران و گل دختران از ایجادیات شاعره بهر او شعرهایش را قرائت نمودند. همزمان اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است ترانه را در وصف شاعره از ایجادیات خود قرائت نمود که همگان را مفتون نمود و باعث تحسین مهرنیسا قرار گرفت.
در روند محفل باشد مجموعه ایجاد کرده خود را شویره و همزمان سراینده دلیر اسمت‌الله که بیشتر کننده مهر و محبت در دل همگان است پیشکش نمودند. غیر از این چندی از کارمندان بخش فرهنگ شهر سرودها را از شعرهای ایجاد کرده شاعره پیشکشی او نمودند که باعث تحسین و آفرین گردیدند. در تالار برای تماشای این محفل نه تنها کارمندان تشکیلات و مؤسسه و دانشجویان و خوانندگان بلکه زنان صاحبکار و خانشین و مردان از کسب و کار گوناگون که دوستدار شعر و سخنند آمده بودند. عموما گفتن ممکن است که محفل شعر و شکر در سطح بلند دایر گردید و رفت آن همگان را پسند آمد. گزارش مرتبه رحمون و طلبشاه تاشف. بینندگان عزیز در همینجا برنامه ترویتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما تنسیتی و خانوادی را خواهنده خیر.